دوستانای من چطورید؟ امروز اومدم در مورد آزمون آیلتس، تمریناتش و اینکه چجوری من توی 3 ماه آیلتس 6.5 گرفتم صحبت می‌کنیم. پس یه دفتر خودکار بردار، نکته‌ای که میگم شاید لازمت باشه بس بنویس. قبل که بریم یه چیزی بهت بگم. این بخش اول در مورد توضیحات کلی آزمون، نحوه برگزاریش و قطعات شعب‌های مختلفش داخل ایرانه. بخش دوم در مورد تمریناتی که من انجام دادم، منابعی که استفاده کردم و اینکه چجوری توی 3 ماه برنامه‌ریزی کردم تا به آیلتس 6.5 برسم. پس اگه از بخش اول خبر داری میتونی ردش کنی تا بری به بخش دوم گوش کنی. ولی اگه بخوای توضیح کامل در مورد آیلتس بدونی، به همه این مطالبی که میگن درست گوش کن. Let's go. خب بچه‌ها، آیلتس 2 نوع داره. یکیش جنراله، یکیش آکادمیکه. جنرال واسه کسایی که میخوان کاری و برای زندگی مهاجرت بکنن. آکادمیک واسه کسایی که میخوان تحصیلی مهاجرت بکنن. توی این ویدیو من میخوام بیشتر در مورد آیلتس آکادمیک صحبت بکنم، چون که بیشتر کسایی که الان دارن این ویدیو رو میبینن مطمئنا آزمون آکادمیک دارن. بچه‌ها، ما داخل ایران متاسفانه فقط یک نوع آزمون آیلتس داریم. منظورم از یک نوع جنرال یا آکادمیک نیست. منظورم از یک نوع یعنی که فقط کامپیوتری برگزار میشه و پیپر بیس نیستش و برای آزمون برگه‌ای باید شما برید کشورهای همسایه و اونجا امتحان بدید. پس اگه میخواید تمرین بکنید و آیلتس خوندن رو شروع بکنید، سعی کنید که روی سیستم تمرین بکنید. میخواید مهاجرت بکنید، سریعتر دست به کار بشید تا دلار نرفته بالا و آزمون گرونتر نشده. در حال حاضر الان آخرای مهر 404یم و حدوداً قیمتش 30 میلیونه آزمون آیلتس. نحوه ثبت نام و اینکه چجوری شعب‌های مختلف رو پیدا کنید، شما میتونید برید داخل گوگل و دنبال شعب‌های مختلف آیلتس توی شهرتون بگردید که معمولاً اگه سرچ بزنید و دنبالش بگردید آیلتس تهران و ایرسافام و آفرینش رو پیدا میکنه. این 3 تا خیلی معروفن. این شعب‌ها گروه و چنل تلگرامی دارن که بچه‌ها اونجا عضو میشن و از امکانات و نظرات بقیه بچه‌ها استفاده میکنن و حتی بعضی داخل اون گروه‌ها پارتنر زبان پیدا میکنن. داخل این گروه‌ها عضو بشید و نظرات بقیه رو در مورد اون شعب‌ها بپرسید و از امکاناتش باخبر بشید، چون اگه امکاناتشون درست حاوی نباشه ممکنه که وسط امتحان به مشکل بر بخورید. مثلا شما واسه لیسنینگ حتما باید هدفون توی گوشتون باشه. واسه کامپیوتری اگه هدفون خراب باشه یا کم و زیاد باشه نمیتونید امتحان بدید. و اینکه هر شعب نحوه ثبت نام جداگونه‌ای داره. شما اینطوری که میرید داخل سایت هر شعب و سنتر، زمان و تاریخ و روزش رو انتخاب میکنید و دیگه حالا میرید پرداخت رو کامل میکنید و بهتون رو کنم ایمیلم میدن که ثبت نام کردید و ثبت شده و اینا. نصیحت من اینه که اسپیکینگتون رو قبل آزمون اصلی بدید، یعنی اول اسپیکینگ رو بدید بعد اون 3 تای دیگر رو. بچه‌ها، این آزمون 4 تا مهارت شما رو میسنجه: اسپیکینگ، ریدینگ، رایتینگ و لیسنینگ. بچه‌ها، لیسنینگ 40 تا سوال داره که این 40 تا سوال فقط یک بار لیسنینگ پخش میشه پشت سر هم. اینکه لیسنینگ معمولاً بین نیم ساعت تا 40 دقیقه است که واسهتون میذارن و شما گوش میکنید. بعد لیسنینگ مستقیما میره واسه یه ریدینگ. بچه‌ها، ریدینگ کلاً 1 ساعته. 1 ساعت با 3 تا پسیج، یعنی 3 تا ریدینگه که شما باید توی 1 ساعت بخونید و سوالاتش رو جواب بدید. فکر کنم اینم 40 تا سوال بود، الان نمیاد دقیقاً، که اینم رفته رفته سخت‌تر میشه. برای رایتینگ، بچه‌ها، رایتینگ 2 تاه، یعنی توی 1 ساعت شما باید 2 تا رایتینگ بنویسید. رایتینگ اولی معمولاً 20 دقیقه وقت دارید و رایتینگ دوم 40 دقیقه وقت دارید. رایتینگ اول در مورد نمودار و پایچارت رو باید بیاید توضیح بدید، یه فرایندیه. و رایتینگ دوم در مورد مشکلات جامعه و اینکه شما باشون موافقید یا مخالفید. که رایتینگ اولی باید حداقل 150 کلمه بنویسید. رایتینگ دومی حداقل باید 250 کلمه نوشته باشید. اسپیکینگ بین 15 تا 20 دقیقه طول میکشه. 3 بخش داره.
بخش اول در مورد سوالات روزمره، عطر چی میزنی؟ نمیدونم خونتون چه شکلیه؟ تفریحات چیه؟ ماهیگیری دوست داری؟ چیزای خیلی عادی میپرسن. بخش دوم اینه که شما باید بین 1 تا 2 دقیقه صحبت کنید که اگه 2 دقیقه کامل بشه که خیلی بهتره، خیلی بهتره. بخش سومم سوالات مربوط به بخش دومه. بخش سوم خیلی مهمه. نمره نهاییتون اونجا مشخص میشه که نمره اسپیکینگ شما چیه. رسیدیم به بخش اصلی که من توی 3 ماه چجوری 6.5 گرفتم. اولین چیزی که خیلی مهمه نقطه ضعفتون. پیدا کردن نقطه ضعف مهمترین چیزیه که باید واسه شروع آیلتس داشته باشید. معمولا نقطه ضعف چجوری پیدا میشه؟ یه مهارتتون از بقیه مهارت لول کمتری داره، پس اونو باید پیدا کنید و برسونید به بقیه اون مهارتاتون که لولاشون هم سطح بشه. من نقطه ضعفم توی دایره لغاتم بود. به خاطر همین سعی کردم با هر روز پادکست گوش کردن، هر روز مستند گوش کردن، خوندن، مقاله های مختلف خوندن، کلماتی رو پیدا کنم و بنویسم داخل دفترم. هر کلمه‌ای که جدید بود واسم رو داخل اون دفتر می‌نوشتم و هر روز می‌خونم، یعنی هر روز صبح که می‌شدم اونو تکرار می‌کردم، می‌خوندم، توی اسپیکینگ هم استفاده می‌کردم، توی رایتینگ هم استفاده می‌کردم. و لغات ها معمولاً اینطوریه که توی آیلتس خیلی تکرار میشن. مثلا شما ریدینگ می‌خونین ممکنه توی سمپل آیلتس هم پیدا بکنید. شما باید هر 4 مهارت رو با هم تمرین بکنید. یعنی مثلا لیسنینگ و رایتینگ رو با هم تمرین نکنید، اسپیکینگ و ریدینگ بمونه واسه مثلا ماه آخر. حالا من چجوری تمرین کردم؟ توی لیسنینگ اول لیسنینگ تست می‌زدم. لیسنینگ رو یه بار تست می‌زدم، بعد گوشش می‌کردم و با اون ترانسکریپت که پشت کتابا بود یا توی صفحه بود گوش می‌کردم، می‌خوندم کجا رو اشتباه شنیدم، کجا رو غلط زدم. همینطور هر روز پادکست گوش می‌دادم. یعنی روزی من 3-4 تا پادکست گوش می‌دادم. بعد مستند می‌دیدم توی یوتیوب، مستندهای انگلیسی، همه چی به انگلیسی، آهنگ انگلیسی گوش می‌دادم، فیلم انگلیسی می‌دیدم. یادم میاد که موقع آزمونم گیم آف ترونز رو دیدم. یه لیسنینگ تنها چیزی که مهمه اینه که شما از اون زمانه اضافه‌ای که پیدا می‌کنید کلمات کلیدی رو هایلایت کنید. توی امتحان معمولاً به شما وقت میدن تا برگردید تا جوابایی که دارید رو چک بکنید. اون تایما استفاده کنید و برید بخشای بعدی رو بخونید و کلمات کلیدی رو هایلایت کنید. کلمات کلیدی خیلی بهتون کمک میکنه تا توی لیسنینگ وقتی اون کلمه رو میشنوید یا معنی اون کلمه رو میشنوید، هم معنی اون کلمه رو میشنوید، سریع میفهمید که شما الان توی اون بخش هستید. پس چی شد؟ اول اینکه پادکست گوش کنید، همه چی به انگلیسی باشه. وقتی تست میزنید تست رو تحلیل کنید واسه خودتون، چند بار کلمات کلیدیش رو هایلایت کنید و کلمات جدید رو بنویسید و یادداشت کنید. ریدینگ. حالا واسه ریدینگ چیکار می‌کردم؟ من برای ریدینگ مقالات مختلفی می‌خوندم. مقالاتی بود که در مورد چیزای روزمره صحبت می‌کرد، مشکلات روزمره. سایت‌های مختلفی هستش که سعی می‌کنم توی چنل بذارم. موقع تست زدن، بعد اینکه تست زدنم تموم شد، میمدم دوباره دونه بدونه خط به خط همه چیزا رو میخونم چه اشتباهی دارم. یه چیزی که خیلی کمکتون میکنه کلمات مهم ریدینگ و حتما تو دفترچه و تو کتابو که واسه لغت گذاشتید کنار بنویسید. من هر ریدینگی که میخوندم کلمه جدیدی که پیدا میکردم سعی میکردم توی اون دفتر جا بدم و بنویسم. اینطور من وقتی که مثلا یه ریدینگ رو تست می‌زدم واسه 2-3 روز پیش بود، وقتی امروز می‌خواستم یه ریدینگ دیگر تست بزنم، بعد اینکه اون تست تموم شد میرفتم ریدینگی که چند روز پیش تست زدم و دوباره می‌خوندم ترانسکریپتشو و متنشو، دوباره مشکلم چیه، مشکلات قبلیمو چک می‌کردم. یعنی هر روز در حال چک کردن مشکلاتم بودم. ریدینگ پاراگراف به پاراگراف هر وقت جدا شده دیگه. اولین جمله‌ای که می‌خونید معمولاً موضوع اون پاراگراف رو نشون میده. پس بغل هر پاراگرافی که میخونید بنویسید که در مورد چه موضوعی داره صحبت میکنه. اینطوری موقعی که میخواید بیاید تست بزنید سریع میایید تو اون پاراگراف و توی اون پاراگراف پیدا میکنی جوابو میزنی. دیگه نمیری پاراگرافای بعدی رو بخونی. پس چیکار میکنید؟ میایید پاراگرافا رو میخونید، جمله های اولشون حواستون جمع باشه و موضوع پاراگرافا رو کنارشون مینویسید تا یادتون نره که در مورد چیه. رایتینگ و اسپیکینگ. بچه‌ها رایتینگ تنها چیزی که خیلی مهمه اینه که هی سامپل بخونید، هی بنویسید.
شما اولین کاری که میکنید اینه که مثلا میرید یوتیوب، اینکه ببینید نحوه ساختار و نوشتارشون چه مدلیه. رایتینگ اول که در مورد نمودار و پای چارت و ایناه، یک نوع نحوه نوشتن و ساختاری داره که من اومدم تمام ساختارها، کلمات و چیزایی که مهمه رو جدا کردم و داخل یک برگ آچار نوشتم پشت و رو. و موقعی که رایتینگ یک رو می نوشتم از اون برگ استفاده میکردم. اون برگ رو عکس گرفتم و داخل چنل تلگرام قرار دادم. مطمئنم خیلی نیازتون میشه، پس چک کنید حتما. بعد سمپل میخوندم و اینا رو میذاشتم کنار. میمدم خودم رایتینگ یه دونه مینوشتم، رایتینگ اول یه دونه مینوشتم، بعد همونو میمدم با چیزی که مثلا داخل یوتیوب دیدم مقایسه میکردم، یا مثلا داخل سمپل میدیدم مقایسه میکردم که ببینم من چجوری نوشتم، اونا چجوری نوشتن. اینطوری مشکلات هم پیدا میکردم. به چنل تلگرام سر بزنید که من ساختار مهم رایتینگ یک رو برگشت قرار دادم داخل چنل و مطمئنم یادتون میشه. فقط سمپل بخونید. خوندید، بنویسید و چک کنید. من واسه رایتینگ دوم چیکار کردم؟ واسه رایتینگ دوم یادم میاد که اولش فقط سمپل خوندم، یعنی ننوشتم. یه جوری واسم گنده بود که میترسیدم بنویسم، راستشو بگم. و گفتم آقا بیا خب شروع کن بنویس دیگه. شروع کردم به نوشتن، دیدم چقدر دارم از کلمات و نحوه نوشتن سمپلا استفاده میکنم. اینم دوباره میخوندم، مینوشتم، چک میکردم. مثلا موقعی که در مورد تبلیغات میخوندم همونو خودم مینوشتم، بعد دوباره میمدم چک میکردم من کجا رو اشتباه نوشتم، کجا رو درست نوشتم فلان و اینا. رایتینگ دوم اینطوریه که شما وقتی یک نوع سمپل رو میخونید از یک موضوع، میتونید کلی از زیر شاخه اون موضوع رو جواب بدید. یادم میاد که وقتی که در مورد کتابخونه داشتم میخوندم 1000 تا سمپل کتابخونه بهش برخوردم و سعی میکردم از اون سمپل اولی که نوشتم استفاده کنم. و اینم بگم که دایره لغات توی تسک 2 رایتینگ خیلی مهمه. بخاطر همین میگم که توی ریدینگتون خیلی کلمات رو هایلایت کنید و داخل دفترتون بنویسید، چون مطمئنا از اون کلمات توی رایتینگتون استفاده میشه و نمره شما رو خیلی میاره بالا. من واسه هر مهارتی که تمرین میکردم، تست میدادم، میخوندم، میگم کلمات رو یادداشت میکردم، هر کلمه‌ای رو که میدیدم یادداشت میکردم. و در آخرم واسه رایتینگ میدادم که چت جی پی تی چکش بکنه. متنی که به چت جی پی تی هم میدادم داخل چنل گذاشتم، میتونید برید بردارید. اولش من اولین رایتینگی که نوشتم به من 5 داد. اولین رایتینگ هم نمودار بود هم تسک 2، یادم میاد به من 5 داد. تازه شروع کرده بودم به یادگیری، ولی آخرش که میدادم به من 7 میداد. 7 و واقعا خوشحال میشدم به من همچین نمره، یعنی خودم رو اونجا به اینجا کشوندم. اسپیکینگ تنها چیزی که مهمه واسه اسپیکینگ پارتنر زبان. شاید بگید که آره من خودم میتونم تمرین کنم، من خودم با خودم صحبت کنم، ولی هیچی پارتنر زبان نمیشه. با پارتنر زبان خیلی تمرین کردم، یعنی میتونم بگم که هر روز با 2-3 نفر صحبت میکردم. یه دونه پارتنر زبان ثابت داشتم که با اون هر روز تمرین میکردم و حالا 2-3 نفرم هی از تو گروه ها پیدا میکردم و با اونا هم تمرین میکردم. پارتنر زبان همسطتون باشه خوبه، ولی ازتون که بالاتر باشه میتونه مشکلات شما رو خیلی واضح و دقیق تر پیدا کنه تا بهتون بگه. دومین چیز واسه اسپیکینگ برنامه اپ اسیستنته واسه آیلتس اسیستنته. اگه شما اونو فول باشید مطمئنا اسپیکینگتون هم فول میشه، چون سوالات امتحان داخل اون اپ قرار داره و اون اپ خیلی مهمه. پس اپ اسیستنت رو یادتون نره که دانلود بکنید واسه اسپیکینگ. تمرین کنید دیگه، تمرین کنید. من چرا میگم هر 4 تا مهارت رو با هم تمرین کنیم؟ چون من خودم لیسنینگ و ریدینگ و رایتینگ رو از همون 3 ماه اول شروع کردم به تمرین کردن، ولی اسپیکینگ رو چون میدونستم لهجه خوبی دارم، چون میدونستم اوکیم، فقط 3 هفته آخر مونده به امتحان تمرین کردم و مطمئنم اگه از همون 3 ماه اول تمرین میکردم نمره بالاتری میگرفتم. ولی خب تجربه شد، بخاطر همین به شما دارم میگم که هر 4 تا مهارت رو با هم لطفا تمرین کنید. حالا از اول اینطوری بود که من صبح که بلند میشدم ساعت 6:30 7 بلند میشدم،
صبح لیسنینگ و ریدینگ تست میزدم، بعد میرفتم یکم استراحت میکردم، ظهر رایتینگ مینوشتم و عصر و شبها بیشتر اسپیکینگ تمرین میکردم. چیز دیگه هم بگم که من برای اسپیکینگ از یه منبعی استفاده کردم. تمام چیزهایی که توی بخش دوم و بخش سوم استفاده میشد رو داخل یک PDF درست کردم و داخل چنل گذاشتم و خیلی ازش استفاده کردن. توی موضوعات مختلف چیده شده اون PDF، مراجعه کنید. و همینطور کلمات مهم تسک 2 رایتینگم یک ورد درست کردم و اونم داخل چنلم گذاشتم. و در آخر نکته‌های مهمی که میخوام بهتون بگم امیدوارم بهتون کمک بکنه. اول اینکه واسه آیلتس لغات رو خیلی تمرین کنید. لغات خیلی مهمه. گرامری که توش مشکل داره رو حتما سعی کنید قبل آزمون رفعش کنید. و اینکه پارتنر زبان حتما داشته باشید. دیگه همه چیتون به انگلیسی باشه، یعنی تو اون چند ماهی که فقط دارید آیلتس تمرین میکنید همه چیز رو انگلیسی کنید. افکارتون رو، علم روزانه‌تون رو، تفریحاتتون رو با انگلیسی خیلی سر کار بزنید. پادکست همیشه گوش کنید. همیشه. توی مترو نشستید پادکست گوش کنید. توی اتوبوس نشستید پادکست گوش کنید. توی روزهای آخری که مونده به آزمونت، لیسنینگ رو حتما روی دورتون گوش بده و تست بزن. لهجه‌های مختلف رو کار کن. نه به شما بریتیش بیفته، امریکن بیفته، اسکاتلندی بیفته، استرالیایی بیفته. وقتی هم میگم پادکست گوش کن، معمولا پادکست ها با لهجه‌های مختلفی هستش که شما با نحوه گویش و صحبت اونا آشنا بشید. سامپل رایتینگ خیلی بخونید، بیش از حد بخونید. تا 2 روز قبل آزمون همیشه سامپل رو بخونید. یه سایتی هست واسه ریدینگ که من خیلی پیشنهادش میکنم. سایت فکر اسمش مینی سایت بود. بله، سایت مینی سایت. اونجا آزمون‌های ریدینگ امتحان اصلی رو داخل اونجا قرار میدن. من اول میگم اول اون سایت، کتاب‌های آیلتس و تمرین خودتون. آزمون ماک حتما قبل امتحانتون بده. قطعا قبل امتحان خیلی بهتون کمک می‌کنه تا مهارتاتون رو بسنجید که تو چه لولی هستید و سعی کنید آزمون ماکتون هم تو همون سنتری باشه که می‌خواید آزمون اصلی رو بدید تا با محیط آزمونم آشنا بشید. و اینکه یادتون نره تمرین کنید. با روزی 2 ساعت آیلتس در نمیاد از شما. آیلتس خوب، آیلتس 7. من رسما حدود 8 تا 10 ساعت، معمولا 12 ساعت هم میشه، چون از اون برم تا ساعت 2 شب بیدار میمونم فقط درس میخوندم. امیدوارم این مطالبی که من بهتون گفتم حداقل بتونه کمی بهتون کمک بکنه. منابعی که خوندم رو من داخل چنل تلگرام قرار دادم. تمام سامپل‌های سایمون، نمیدونم کلمات ریدینگ و همه اینا رو یک فایل زیپ درست کردم، گذاشتم داخل چنلم. اگه هشتگ آیلتس توی اونجا سرچ کنید مطمئنا مطالب خیلی زیادی رو پیدا میکنید. من در مورد تجربه‌ام توضیح دادم توی وایس، حالا اونجا اونا رو هم میتونید گوش کنید. که سابسکرایب و لایک، کامنت یادتون نره. با این کارا به منم انرژی میدید تا تجربه های بعدی، چیزای بعدی، اطلاعات بعدی که دارم رو در اختیارتون بذارم. هیچ وقت یادتون نره که good things take time. Bye.